داداش اون 7 تریلیارد و 675 میلیون. آروم‌تر بخون. سرقم بخونم بتونم بنویسم. سرقم نمیشه. این عدد یه عدد واحده، کامله، برای خودش هویت داره. سرقم بخون. سواد که داری؟ آره سواد دارم. اون تیر برق می‌بینی؟ خب. کابل اومده رو دیوار شما. اینو می‌بینی؟ خب. رفته تو کنترل. خب. بله من سواد دارم. که بفهمم داری برق مستقیم میگیری هستی. داری برق دزدی می‌کنی. اومدی دادگاه 10 میلیون جریمه شدی می‌فهمی. دادگاه برای چی؟ دادگاه. چرا صبح مردم اینقدر کوچیک می‌کنی؟ چرا دست گذاشتی تو کنه برای برق دزدی؟ حالا کل جهان مثلا آره یه خورده دزدی شده. ولی به ما چرا داری میگی برق دزدی؟ عزیزم این سیم میگی تو این سیمه عزیزم بیا این باید برق داشته باشه دیگه بفرما بیا این باید برق داشته باشه الان باید برق داشته باشه دیگه یعنی من باید الان بترکم یعنی الان باید پورچم نیست بیا من فکر کنم برق نداره دیگه